جسد عبدالقهار روزیقوف ساکن 37 ساله شهر کولوب که صبح 3 ینور بعد بازداشت از سوی کارمندان میلیسا به طور اسرارآمیز جان داد، روز 4 ینور در آرامگاه تماشاتپا در کولوب به خاک سپرده شد. به گفته شاهدانی که به رادیو آزادی صحبت کردند، در مراسم دفن این ساکن کوچه دمینزاده مردم زیاد عبارت از 100 نفر اشتراک داشتند. وزارت کارهای داخله شام 3 ینور گفت که عبدالقهار روزیقوف با گمان دست داشتن در فروش مواد مخدر دستگیر شده، در راه به قسم میلیسای منطقه کولوب از تاثیر مواد مخدر نوع اشیش که قبل از بازداشتش استعمال کرده بود جان داد. ولی نزدیکان او میگویند که عبدالقهار روزیقوف را کارمندان میلیسا عذاب و شکنجه دادند تا که گناه را به کله بگیرد. روز 3 ینور نزدیکان او جنازه‌اش را از مرگ نگرفتند و دستگیر کردن گناهکاران را طلب گذاشتند. به گفته نزدیکانشان تنها بعد آن که مقامات به آنها 3 میلیسای دستگیر شده با نام‌های جمشید کریموف، ظفر و شمشاد را نشان دادند، آنها جنازه عبدالقهار روزیقوف را از مرگ برای دفن گرفتند. مرگ عبدالقهار روزیقوف سر و صدای زیادی را در کولوب به وجود آورد و روز 3 ینور سبب تجمع 10 نفر در نزد بنای مرگ شد. وزارت کارهای داخله گفت دادستانی منطقه کولوب به سنجش این قضیه شروع کرده است، ولی این نهاد درباره بازداشت کارمندانش چیزی نگفت. نتیجه های تشخیص جسد عبدالقهار روزیقوف نیز تا حال نشر نشده است و معلوم نیست که علت رسمی مرگ او را چه گفتند، استعمال مواد مخدر یا شکنجه.